خدا رو شکر. پس ادامه بدیم برنامه‌مونو. الان وقت این رسیده که کلام خدا رو بشنویم. کلام خدا میفرماید برای هر کمالی حدی میبینم، اما فرمان تو بی نهایت وسیع است. کلام خدا بی انتهاست. کلام خدا بی نهایت وسیعه. امروز اومدیم دریافت کنیم از کلام خدا. اگر باری دارید، اگر نگرانی دارید، اگر خستگی دارید، همین الان بذارید زمین و این دقیقه، این ساعت، این ثانیه ها با ما باشید و ببینیم کلام خداوند چه چیز تازه‌ای رو برای من و تو داره. امروز افتخار اینو داریم که کلام خدا رو از کشیش دیوید زندیان بشنویم. افتخاری برادر جان. به شما سلام میکنم. خوشحالم که شما رو میبینم و از سال نو رو به شما تبریک میگم. همچنین از شما میشنویم برادر جان. منم سلام خدمت شما و بینندگان عزیز میکنم و همینطور سال نو رو تبریک میگم. سال خوبی داشته باشید، سال پربرکت، سالی که کلام خدا به دولتمندی و حکمت در قلب‌های ما ساکن بشه و ما در اراده خدا حرکت کنیم. سالی پر از خبرهای خوش، خبرهای دلگرم کننده و یک تازگی روحانی و تک تک شما عزیزان آرزو دارم. همینطور ورود مظفرانه عیسی مسیح، پادشاه صلح و محبت که بر کرولاغی سوار شد و بر اورشلیم و به طرف اورشلیم رفت. مردم نخل‌ها و لباسهای خود را در راه گذاشتند تا عیسی رد بشه. او با اسب نرفت که بجنگه، او با کرولاغی رفت که اعلام کنه من پادشاه محبت، پادشاه روحانی، پادشاه صلح هستم. امروز من میخوام درباره صلیب صحبت کنم. به دلم هست روزهایی که عیسی مسیح مصلوب شد. خدا را شکر که ما مسیحیان عزاداری نداریم. اگر عزاداری داشتیم اینجا رو من الان بایستی با پارچه‌های سیاه آراسته میکردم و مثل قدیم که زمان مسیح بود میگه مردم سینه میزدند چون مسیح رو میبردن مصلوب میکردن. ما فقط جشن و شادی داریم چون عیسی مسیح از مردگان برخاسته. ولی میخوام درباره صلیب صحبت کنم چون در غرب صلیب کمرنگ شده و درباره همه چیز صحبت میشه ولی صلیب کم صحبت میشه. در این روزها مردم، ایمانداران، مسیحیان روزه میگیرن، کلیسا میرن، جمع میشن، با هم دیگه دعا میکنن، درباره کلام خدا، درباره صلیب تفکر میکنند. بعضیا خوشگذرانی میکنند. ولی برای ما مسیحیان این هست که اراده خدا رو بهتر بشناسیم وقتی که با هم جمع میشیم و درباره صلیب فکر میکنیم. صلیب در نظر یهودیان برای اینطور بود که نمادی از ننگ و رسوایی و خفت و خواری بود، بدنامی بود و مصلوب شدن عیسی مسیح وحشتناکترین، دردناکترین، شرم‌آورترین مرگ بود. امروز بسیار از مردم صلیب رو آویزون میکنن بر خودشون، بر صلیب، بر ماشین‌هاشون. در کلیسا صلیب میبینیم، در کوههای سوئیس، آلمان، اتریش صلیب رو میبینیم. صلیب مهمترین نماد برای ما مسیحیانه. صلیب خونین پسر خدا برای ما پیامی داره. صلیب مرکز انجیل، مرکز کتاب مقدس، مرکز صلح و دوستی و محبته. خب ما رو با خدا صلح میده، ما رو با خودمون صلح میده. بعضیا با خودشون قهرن ولی صلیب میتونه ما رو صلح بده با خودمون و صلح با دیگران. صلیب پلیه که ما رو به آسمان وصل میکنه. صلیب نجات، شفا، آزادی در آن هست. مسیح قبل از جلجتا به اطرافیانش گفت اگر صلیب رو بر نداری شاگرد من نمیتونی باشی. اگر صلیب رو بر نداری نمیتونی مثل یک کاهن و مثل یک پادشاه زندگی کنی.
اگر صلیب رو بر نداری لایق من نیستی. صلیب عیسی مسیح در دنیا یه انقلاب ایفا کرده و شیطان همیشه مانع بود که مسیح مصلوب نشه، مانع میشد. الان هم مانع میشه که پیروان عیسی مسیح، واعظین، خادمین درباره صلیب عیسی مسیح صحبت کنند. او خیلی تلاش کرد که صلیب رو از مسیحیت، از تاریخ مسیحیت حذف کنه. اعدام اون زمان اینطور بود که یهودی‌ها سنگسار میکردند و رومیان مصلوب میکردند. چندین بار خواستن عیسی مسیح رو سنگسار کنن ولی عیسی مسیح میگه از میان ایشان رفت. ولی زمانی که خواستن او رو مصلوب کنند دفاعی نکرد، مخالفتی نکرد. صلیب بدترین روش شکنجه و کشتن شخص بود. مجرمین ساعتها روی صلیب آویزان بودند، درد و رنج میکشیدند تا اینکه کشته بشن، بمیرند. قبل از عیسی مسیح هزاران نفر رو مصلوب کرده بودند و عیسی مسیح آخرین نفر هم نبود. سنهدرین، شورای نخبگان یهود، روحانیان یهود، بزرگان یهود، عیسی را در روزهای عید فسح دادگاهی کردند، زیرا تعالیم او انقلابی بود، معجزات او انقلابی بود و او را تحویل رومیا دادند. عیسی مسیح، دیگران مصلوب شدند، خیلی مصلوب شدند، ولی عیسی مسیح کسی بود که برای گناهان ما روی صلیب محکوم شد، برای گناهان من و تو محکوم شد. هیچ کس نتونست او رو متهم کنه. دادگاه مذهبی، رؤسای کهنه نتونستن از او ایراد بگیرن. دادگاه سیاسی و نظامی، پیلاتوس افسر رومی نتونست او رو متهم کنه. دزد روی صلیب نتونست او رو متهم کنه. هیچ کس نتونست یک گناهی در او پیدا کنه. او پاک بود، او مقدس بود. پسر خدا برای تمام گناهان ما روی صلیب مصلوب شد، محکوم شد. اونا حیات ابدی رو درک نکردن. اونا در مورد حیات ابدی تا به حال نشنیده بودن. عیسی مسیح آمد گفت من حیات هستم، من حیات ابدی هستم. اولین بار بود که مردم درباره حیات ابدی میشنیدند. مسیح گفت هر که من ایمان آورد حیات جاودانی دارد، از موت به حیات منتقل شده است. ما که اینجا هستیم از موت به حیات منتقل شدیم. اگر شادی میکنیم به خاطر اینکه حیات عیسی مسیح در ما ساکنه و ما در این حیات رفتار میکنیم. مردم روحاً مردند، ما مرده های متحرک رو میبینیم. آنها درک نکردند که عیسی مسیح حیات ابدی روی زمین خاکی اومده. اونها درک نکردند که حیات جاودانی فقط از طریق خلقت تازه، تولد تازه به ما میرسه و ما تولد تازه شدیم، ما خلقت تازه شدیم. من نمیدونم اینجا چند نفر هستیم، 50 نفر یا 200 نفر، ولی این کلام امروز برای ماست، برای همین تعدادی که اینجا هستیم. بعضی شاید بگن که ما بعداً در یوتیوب نگاه میکنیم، در رسانه ها نگاه میکنیم، ولی من تازه همین الان، اون دیگه من بیات شده است. اونا از حواس پنجگانه خود استفاده کردن. شاگردان عیسی مسیح با او خوردن، نوشیدن، با او حرف زدن، از او شنیدن، لمسش کردن، ولی او را درک نکردند. خواستن با این حواس پنجگانه نقشه خدا رو بفهمن و نتونستن بفهمن. امروزه توی دانشگاه ها، مدارس درس داده میشه که آنچه میبینی، میشنوی، لمس میکنی، احساس میکنی، اون رو باور کن، غیر از این باور نکن. ولی باید بدونیم که یک مکاشفه دیگه هم هست، مکاشفه خدا در عیسی مسیح، خارج از حواس پنجگانه است. ببینید وقتی که مسیح گفت من میخوام مصلوب بشم، پتروس گفت نه حاشا از تو نباید مصلوب بشی. مسیح به او چی گفت؟ گفت دور شو از من شیطان، تو نمیدونی چی میگی. چرا؟ چون با حواس پنجگانه این حرفا رو میزد. مسیح گفت تو با حواس پنجگانت میخوای این چیزها رو بگی، تو بایستی کلام خدا رو درک کنی، مکاشفه خدا رو درک کنی.
دور شو از من ای شیطان. او مکاشفه الهی رو درک نکرد. سران و ملاهای یهود، مذهبیان یهود، فریسیان که کتاب مقدس رو فول بودن، کلام خدا رو، این حیات ابدی رو، عیسی مسیح رو، رئیس کائنات رو، رئیس خلقت تازه رو درک نکردن، نفهمیدن. صلیب عیسی مسیح تاریک ترین لحظه در زندگی عیسی مسیح بود. کسی که هیچ گناهی نکرد. اشعیا میگه او تمام ضعف‌های ما رو برداشت. گناهان ما رو بر صلیب بر خودش گرفت. رؤسای مذهبی، سربازان رومی به او خندیدند، ارواح شریر به او خندیدند، مسخره کردند. شما اگه فیلم مصائب مسیح رو دیده باشید، عیناً مانند کتاب اشعیا هست، همینه. اونا عیسی مسیح رو تمسخر کردن. یهودیانی که فریاد زدن مصلوبش کن، مصلوبش کن، پیلاطس گفت من گناهی در این نمیبینم. گفت من کاری ندارم. گفت اونا گفتن خون او بر ما و فرزندان ما. بعد میدونید چی شد؟ با استناد همین حرف هیتلر 6 میلیون یهودی رو کرد توی کوره و کشت. 6 میلیون یهودی رو کشت به خاطر همین حرفشون. مسیح روی صلیب گفت ای پدر اینها رو ببخش، زیرا نمیدونن چه میکنن. او نیامده بود که حکومت کنه و زندگی مردم رو بگیره. او اومد خودش رو فدا کنه. گفت ای پدر اینها رو ببخش. زمانی که میخا به دست و پاش کوبیده شده بود، آویزون بود، ما یه سوزن دستمون میره آخه و خون در میاد. عیسی مسیح میخ به دست و پاش کوبیده شد به خاطر گناهان بشر، به خاطر گناهان من و تو، و گفت ای پدر اینها رو ببخش، نمیدونن چه میکنند. چقدر خداوند ما عزیزه، چقدر خداوند ما عالیه، چقدر این پادشاه پر از محبت و مهربونیه. دشمنانش او را نفرین و لعنت میکردن، ولی مسیح گفت پدر اینها رو ببخش، زیرا نمیدونن چی میکنن. عیسی مسیح نشون داد عشق و محبت بر نفرت و خشونت قوی تره. بدانیم صلیب عیسی مسیح برای ما مسیحیان نمادی از محبت، نمادی از عشق، پیروزی هست. صلیب تنها راه شکستن نفرت و کینه و خشونت است. اگر در بین ما کسانی هستن که کینه دارن، خشونت دارن، صلیب عیسی مسیح میتونه ما رو لمس کنه. او رو روی صلیب میبینیم 100% خدا، 100% انسان داره رنج میکشه برای گناهان ما. شاید عیسی مسیح روی صلیب روی معبد فکر میکرد، معبد، هیکل که ساخته شده بود، مکانی که قدس الاقداس بود و از دید انسانها مخفی بود. مسیح فرمود این قدس رو خراب کنید که من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. ولی اونا نفهمیدن، درک نکردن این مکاشفه خدا رو، این حیات خدا رو. صندوق عهدی که در اونجا بود، در قدس الاقداس بود، این صندوق همراهشون میرفت، در خطرها، در جنگها با اونها بود، همراهیشون میکرد. در بیابان دروی سنگی، 10 فرمان، عصای موسی، من در اون صندوق بود، در خود داشت. در متی فصل 27 آیه 46 میگه نزدیک به ساعت 9 عیسی به آواز بلند صدا زده گفت الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ چرا عیسی فریاد زد الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ چون تمام بار گناهان ما رو بر خودش گرفت. او زشت شد، او نجس شد، او لعنت شد. او بار بیماری های ما رو بر خودش گرفت، بیماری های جسمی، روحانی، تمام لجن گناهان ما رو بر خودش گرفت. پسر خدا جریمه گناهان ما رو داد. باید ما صلیب رو درک کنیم. در غرب متاسفانه این چیزا کم گفته میشه. بیشتر در مورد انجیل کامیابی، در مورد شفا، در مورد نیروهای تاریکی و فالگیری و جادوگری و تعبیر خواب و صلیب قوت خداست برای ما که نجات یافتیم. بایستی اون رو اعلام کنیم. تمام ذات گناه‌آلود ما، کینه، خشم، نفرت، گناه، دروغ، تهمت، افترا، توبه همزنی، همه اینها بر عیسی مسیح گناه بر او آمد.
تمام گناهان ما رو بر خودش گرفت تا ما از اینا آزاد بشیم. تمام پیامبران از آدم تا یحیی که بزرگترین پیامبر بود در کنار خدای پدر ایستاده بودند و دیدند عیسی مسیح روی صلیب داره رنج میکشه و شنیدند الهی الهی چرا مرا ترک کردی. تمام پیامبران، موسی که به آینده نگاه کرده بودند و نجات یافته بودند، صلیب و مذبح رو دیدند، قربانی کامل رو دیدند، قربانی کامل و پایان قربانی ها رو دیدند. اونجا موسی گفت این اصله، این قربانی کامل است. او روی صلیب تنها شد، فشار تمام گناهان ما بر او اومد، فشار تمام گناهان ما، یه بار کوه، بار گناه بشریت بر او اومد. حبقوق 1:13 میگه چشمان تو پاکتر از این که به بدی بنگری. او نمیتونست، خدای پدر نمیتونست به پسرش که لباس زشت پوشیده بود نگاه کنه. او بوی بد گناه رو میداد. او مجازات شد. برای خدا به خاطر گناهان من و تو روی صلیب مصلوب شد. خدای قدوس او را ترک کرد. الهی الهی چرا من را ترک کرد؟ این یک مرگ روحانی. پدری که او رو محبت میکرد، پدری که او با او صحبت میکرد، پدری که پسرش رو در آغوش میکشید، پدر او رو تنها گذاشت. در کتاب مقدس نشان میده 3 نوع مرگ است. شاید در این کلمه جمع باشه در کتاب مقدس. وقتی آدم گناه کرد، روحاً مرد. طبیعت گناه رو گرفت، طبیعت شیطان رو گرفت و از باغ رانده شد. خدا از او دور شد. این یعنی روحاً مرد، مرگ روحانی. مرگ جسمانی که یک روز همگی ما از خاک هستیم و به خاک برمیگردیم. و مرگ سوم مرگ نهایی هست، داوری نهایی، مرگ ابدی است که در آن هیچ بازگشتی نیست. الان وقتش هست. اگه کسی در بین ما هست که هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاورده، قلبش رو بسپاره به عیسی مسیح، بگه خداوند من میخوام خلقت تازه بشم و تو سر من بشی، تو بر قلب من حکومت کنی قبل از اینکه مرگ ابدی فرا برسه. وقتی عیسی مسیح روی صلیب فریاد زد تمام شد، تمام رؤسای مذهبی فکر کردن که پیروز شدن، ولی همون لحظه عیسی سر شیطان رو کوبید، سر دیوها رو کوبید، سر امراض رو کوبید، سر تمام نیروهای جهنمی رو کوبید، پیروز شد. وقتی پرده پاره شد، متی می نویسه آیه 51 از بالا تا پایین پرده پاره شد. پرده ای که ضخیم بود، پرده ای که 14 متر طول داشت، 10 متر 2 متر 2 متر با هم بافته بودن، 10 متر عرض داشت. در لاویان 16 میخونیم اینو. و سالی یک بار کاهن اعظم داخل غسل اقداس میشد که اونجا خدمت کنه. گاهی اوقات این کاهن اعظم بایستی دامنی میپوشید، لباس زنگوله داری میپوشید، زنگوله داری میپوشید و او رو با طناب میبستن که وقتی اون داره اونجا خدمت میکنه، راه میره، حرکت میکنه، بشنون که کاهن اعظم داره حرکت میکنه. و اگر مرد نمیتونستن، هیچ کس نمیتونست داخل اون غسل اقداس بشه، بایستی با طناب او رو بیرون میکشیدن. وقتی که پرده پاره شد ما رو یاد یوشع و کالیب میندازه. وقتی قوم غرغر کردند، میگه یوشع و کالیب لباسای خود را پاره کردند. وقتی یعقوب پدر یوسف شنید که پسرش کشته شد، میگه ردای خود را پاره کرد، لباس خود را پاره کرد. راه به سوی خدا باز شد. پولس رسول میگه که دیوار جدایی بین یهود و غیر یهود منهدم شد. ما میتونیم به طرف خدا بریم. همگی ما میتونیم به سوی خدا بریم. وقتی پرده پاره شد، روح خدا از قدس الاقداس بیرون آمد. روی زمین اتفاقی افتاد. زمین متزلزل شد، زلزله شد. از این بی‌عدالتی، از این ظلم، زمین پیرهن خودش رو چاک زد. زمین لرزید، تکان خورد، زمین شکافته شد. ببینید خدا موقعی که به موسی میخواست رهفرمان رو بده، میگه که کوه به شدت لرزید و در تپه جلجتا، اون کوه جلجتا بگیم حالا،
وقتی که فرمان عوض شد زمین لرزید. خدا 613 فرمان رو و احادیثی که یهودی‌ها اضافه کرده بودن، من در آوردی بود، همه رو عیسی مسیح گرفت و با هم در 2 حکم خلاصه کرد: خدا رو محبت کن، دوم همسایه خود رو محبت کن. اونجا این اتفاق افتاد و ما این 2 حکم رو داریم دیگه. خدا رو محبت کن. اگر خدا رو محبت کنیم همسایه خود رو محبت کنیم. اگر محبت خدا در دلهای ما ریخته شده، ما به همسایه‌مون خیانت نمی کنیم، دزدی نمی کنیم، غیبت نمی کنیم، دو به هم زنی نمی کنیم. محبت خدا کامل کرده. عیسی مسیح 613 قانون رو تبدیل به 2 قانون کرد. قبرها گشاده شد، میگه در متی 27:52 قبرها باز شدند. میگه چنان زمین لرزه‌ای شد که قبرها تکان باز شد و بسیاری از مقدسین، قدیسین، مرده‌های عهد عتیق زنده شدند و به شهر رفتند. من یاد مریم میندازه، میگه شیشه عطر رو شکست و بوی اون عطر فضای خونه رو پر کرد. زمانی که پرده پاره شد، عطر حضور خدا فضای زمین را فرو گرفت و مرده ها مشامش رو چشیدند، به مشام مرده ها رسید و اونا زنده شدند. همونطور که مریم بخشیده شد، اونا زنده شدند و به شهر رفتند. عطر حضور خدا از قدس الاقداس بیرون اومد و حرکتی انجام داد که در تاریخ ثبت شد. مردگان برخاستند. این رستاخیز نشان میده که همونطور که پولس رسول میگه مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. یک روز عیسی مردگان برمیخیزن. وقتی عیسی مسیح برگرده برمیخیزن و ما که زنده هستیم با او روبوده میشیم. او بوی بد گناه رو گرفت تا ما عطر خوشبوی مسیح باشیم. او مرگ رو بر خودش گرفت تا ما حیات جاودان رو داشته باشیم. او مرگ رو چشید تا ما طعم حیات ابدی رو بچشیم. او لعنت رو گرفت تا ما از لعنت آزاد بشیم. او غم‌ها رو بر خودش گرفت تا ما امروز شادی کنیم. هر روز مسیح شادیه. اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است. اینک همه چیز تازه شده است. این نوروزه. اگر کسی در مسیح باشه خلقت تازه است. هر روز برای ما نوروزه. هر روز. برای بعضیا 15 روز 2 هفته است، ولی برای ما هر روز نوروزه. هر روز روز شادیه. پسر قدوس خدا، کاهن اعظم ما، کتان سفید بر تن داشت، ولی روی صلیب کتان او، لباس سفید او چرکین شد. آسمان تاریک شد. آسمان غمگین شد. آسمان لباس عزا پوشید. لباس سیاه پوشید. خلقت ماتم گرفت. زمانی که عیسی مسیح گفت ای پدر چرا مرا ترک کردی؟ پرده پاره شد و آسمان تاریک شد. کائنات تاریک شد. نور خورشید از تابیدن باز ایستادند. علمای یهود که کتاب مقدس رو پر بودند، حفظ بودند، درک نکردند، نفهمیدند. سربازان رومی نفهمیدند چه اتفاقی افتاد. مردم ندانستند که چه اتفاقی افتاده. همه گناهان تاریخ بشر بر عیسی نهاده شد و این تاریک ترین زمان در ابدیت بود، ولی عیسی مسیح پیروز شد. گفت تمام شد. وقتی گفت تمام شد اونا فکر کردن که تمام شد دیگه، راحت شدن دست عیسی مسیح. ولی تمام شده او این بود که سر شیطان کوبیده شد. من رئیس کائنات هستم. من رئیس خلقت تازه هستم. من رئیس دیوید هستم. من رئیس شما هستم. من پادشاه شما هستم. تمام شد. دیگه شیطان بر ما هیچ حقی نداره.
در عهد عتیق وقتی تاریکی می آمد نشانه غضب خدا بود، خشم خدا بود. آموس میگه 5 باب 5 میگه وای بر شما که روز خداوند برای شما تاریکیه. باب 8 میگه که زمین را در روز روشن تاریک خواهم ساخت. نهمین بلایی که بر مصریان آمد 3 روز تاریکی غلیظ بر مصر بود. خدا گفت 3 روز تاریکی غلیظ بر مصر میندازم. و بعد از اون تاریکی مرگ نخستزادگان بود. عیناً در زمان عیسی مسیح همینطور. وقتی گفت تمام شد آسمان تاریک شد و عیسی مسیح روی صلیب جان داد. بر روی صلیب خدا داوری، قضاوت و خشم خود را بر مسیح ریخت. به جای اینکه بر ما بریزه. ما بایستی مصلوب می‌شدیم، ما بایستی زندانی می‌شدیم، ما بایستی می‌مردیم، ما بایستی شکنجه می‌شدیم، ولی او همه رو بر خودش گرفت. رئیس کاهنان و کارکنان معبد کارشون به پایان رسید. تموم شد دیگه. با صلیب عیسی مسیح زمان قربانی‌ها تموم شد. چه کسی رو خدمت کنند؟ قدس، پرده‌ای که شکافته شده، خدایی که در اونجا نیست، خدا رو یا خانه‌اش رو که به هم ریخت. چه کسی رو؟ مسیح یک بار قربانی شد برای همیشه و برای همه. و هیچ کس نمیتونه این قربانی رو دیگه تکرار کنه. تموم شده. قربانی‌های دیگه فایده نداره. او یک قربانی کامل انجام داد. کاهنان نمیدونستن وظیفه و کهانتشون تموم شده. غسل اقداسی نبود. دیگه لازم نبود خون پاشیده بشه. بین کاهن اعظم و مردم دیگه پرده ای نبود. بین ما و خدا دیگه پرده ای نبود. برای چه کسی میتوانستند شفاعت کنند؟ آنها فریاد زدند. مسیح گفت تمام شد. زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. وقتی عیسی مسیح روی صلیب گفت تمام شد، نمونه‌ای که موسی در آسمان دیده بود بر زمین ساخته بود تمام شد و هم ریخت. عیسی مسیح وقتی گفت تمام شد تیر خلاص رو زد به شیطان. او سر شیطان رو کوبید. او با قربانی‌های خود اعمال شیطان رو باطل ساخت. او آمده بود تا اعمال شیطان رو باطل بسازه. عیسی مسیح میدونست یک اتفاقی در کل کائنات و تاریخ خواهد افتاد. او میدونست جلجتا محل شکست نیست بلکه محل پیروزیه. برای یهودی‌ها محل شکست بود. او میدونست این مذبح صلیب باعث نجات بسیاری خواهد شد. باعث نجات ما شد و میلیون ها نفر به عیسی مسیح ایمان آوردند و نجات یافتند. هر خم شود، هر زبانی بگوید که عیسی خداوند است برای پرستش خدا. هر زبانی اعتراف کند که عیسی خداوند است. او قربانی گناهان بشر رو به اتمام رساند و به دست راست خدا نشست. او در قبر نمونده. او زنده شده. خدای ما خدای زنده است. سالها بعد رسول عیسی مسیح در عبرانیان می‌نویسه که او کاهن اعظم ماست و الان ما کاهنان و پادشاهان هستیم بر حسبی که یوحنا نوشته در کتاب مکاشفه. شما را کهنه و پادشاهان ساخت. کسانی که خلقت تازه شدند اونها هیکل خدا هستند. پولس رسول میگه کسانی که تازه یافتند اونها هیکل خدا هستند، معبد خدا هستند. ما معبد خدا هستیم. ما هیکل خدا هستیم. روح خدا در ما ساکنه. محبت خدا در دلهای ما ریخته شده است. برای کسانی که خلقت تازه شدند بهای سنگینی روی صلیب پرداخت شده تا خدا در قلب‌های ما ساکن میشه. بهای سنگینی عیسی مسیح روی صلیب با میخا آویزان درد و رنج کشید. این بها بود. هیچ پیامبری نمیتونه ما رو نجات بده. نه ابراهیم، نه موسی، نه بزرگترین پیامبر که یحیی بود. همه مردن. نمیتونن ما رو نجات بدن. تنها کسی که میتونه ما رو نجات بده پسر خداست. عیسی مسیح. خدای محبت، پادشاه محبت. اجازه بدیم بر قلب‌های ما سوار بشه.
همونطوری که بر کرولا سوار شد اجازه بدیم بر قلب‌های ما سوار بشه. حالا سهم من و شما چیه؟ به عنوان این مسیحی، حالا اونایی که مسیح ما نیاوردن سهمشون اینه که به عیسی مسیح ایمان بیارن، قلبشون رو بسپارن و بگن عیسی مسیح تو خداوند من هستی، تو زندگی من هستی، خودم رو دستای تو میسپارم، منو با خونت پاک کن، منو تقدیس کن. ایمان دارم به صلیب خونین تو، ایمان دارم که تو از قبر برخواستی و روزی برمیگردی و من میخوام تو را پیروی کنم. من دیگه باید تموم کنم. سعی ما اینه که خود رو بر صلیب مرده حساب کنیم. دیگه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکنه. پولس رسول میگه ما مردیم روی صلیب، دیگه عیسی مسیح در ما زندگی میکنه. این سهم ماست. به صلیب فکر کنیم، به صلیب نگاه کنیم، خودمون رو به جای اینکه درگیر مسائل کنیم، درگیر با همدیگه کنیم، درگیر با کلیسا کنیم، با شبان کنیم، با اخبار دنیا کنیم، درگیر صلیب باشیم، به صلیب فکر کنیم تا بتونیم به حضور خدا وارد شویم. و یک موضوع دیگه، یوحنا میگه که کسایی که میترسند اینها وارد ملکوت خدا نمیشن. کسانی که از صلیب میترسند، کسانی که از صحبت صلیب میترسند، اونایی که نمیخوان از صلیب صحبت کنند، خجالت میکشن، آر دارن، اینها وارد ملکوت نمیشن. مکاشفه میگه ترسوها وارد ملکوت نمیشن. کسانی وارد ملکوت خدا میشن که مانند کاهنان و پادشاه. ما مانند کاهنان و پادشاه میتونیم وارد ملکوت خدا بشیم. پدر من در سن 80 خورده سال بود ایمان آورد، بعد از 40 سال دعا، روزی که در بیمارستان بود میگفت به من صلیب، برای من صلیب بیارید، من میخوام همه بفهمن که من مسیحی شدم. در 90 سالگی فوت کرد، رفت نزد عیسی مسیح. صلیب عیسی مسیح میتونه ما رو نجات بده. دوستان عزیز، خدا ما رو آزاد گذاشته. میتونید در این روزهای صلیب، در روزهایی که عیسی مسیح مصلوب شده، خودت رو صرف وقف دعا و کتاب مقدس بکنی، میتونی صرف دنیا بکنی. آزادیم ما. صلیب رو برداریم و او رو پیروی کنیم در نام عیسی مسیح. این بستگی ما داره که چطور به صلیب نگاه کنیم تا باعث رستگاری ما شود. خدا همگی شما رو برکت بده. آمین.